خوب دقیق ببینی. این یک روش سنتی پروسس در بنگلادش است. اول مردم با استفاده از قیچی های تیز ورقهای آهن را به توته های کوچک قطع می کنند. بعد این توته ها را دور لایه بیرونی یک حلقه کوچک فولادی می پیچانند و محکم فشار می دن. به این شکل یکی از بخش های کوچک پوکه مرمی ساخته میشه. در مرحله بعد تمام قطعه را همراه تناب محکم بسته می کنند. بعد از او کل پوکه را همراه گل می پوشانند. مرحله بسیار مهم برای حرارت دهی در دمای بالا. بعد از او کل چیز داخل یک کوره بزرگ گلی دستساز میمانند. اگه کسی نفهمه فکر میکنه اینا کچالو میپزن. با استفاده از باد دستی آتش را باد میزنند تا پوکه ها کاملا سرخ و داغ شوند. در این مرحله هیچ وقت نباید همراه دست خالی در اونا دست بزنی، چون سوختگی شدید ایجاد میکنه و حتی ممکن است پوست را بکنه. بعد از اینکه سرد شد و خشک شد او را جدا میکنند و روند ساخت پوکه مرمی کامل میشه.